Aysan tuda kardam safar dua girif ay padar در هفکالر رسیدنه ای رشید نستای خوار خاطره یافتن خیلبت انار چیندن قیمت غازی گفت تو امراد صاحبی ها تمرمت از این گفتنم آنها پیش از نوار رو تماشا کردن به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و سالاباد جمع می شود تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستان عزیز بار به طرف شهر دوشنبه شهر باختر ناحیه یاوان عبدالرحمن جامی ناحیه غازی ملک یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونه مرامت کرده زنگ زنید بارای خود را به تاجیکستان روان کنید سلامت باشید جوالا ای انال پر کرد کوتال ده هر دو زور کرد چلون ده هر دو رسیده اکو داده باقب کرد غازی ترسیده رشید مراد و روده کشید غازی گفت تو امراد فکری کرده گید نشید بیت الله انداخت و پیش جیگری غازی ایرش در دل غازی آمده نگاه میکرد پس و پیش ناگاه مراد فرامد رشید ای خانه برآمد رشید گفت تو امراد اناره که جاشید درآمد غازی گفت اگه اکا رشید بسیار ملقه برای خودت بیای نشوی وید چقه رشید فکر چقر کرد کمان پولی تیر کرد رشید فکر چقر کرد کمان پولی تیر کرد در چی چوب ده زده دست جزیر کرد رشید خواندم به پشت امراد برآمد و روش در عین کش و کش بوده گل بیکنده گریف گوش اناره در خط بار کردن گل بیله در خط سوار کردن آوی آشو خانی ملازبیر آوردن مردی مراد و غازی را برنسی لیلین در آورد